ای بچه بجو منداخی درش سامالیات میپره ای بخای میگی بجو برو هم خفو چی برو تست کنی ای اکا بجو مخی همه شما رو نگاه داری مخی تست کن ای روسیگا اکم روسیگا باکم هم سحر اومدم اینجا ایستادگیم او بجو ایستادگی ای سحر اومدگی ای دین اومدگی تست کن روسیگا ترسیده هستم که سوار بشم نشم هم تو ای چی میترسی ما هم سامالیات میترسم اکا جان نه خدا ما سامالیات بترسم امید روی میشینی ریمنت مخام میکنی با اجماع قندی شیرینک داریم قند میتیم ارسیکول میتیم آب میتیم راحت کرده میپره میرین رحمت داخی برای قند ارسیکول تو میگم یکی در همین هوا آور یک نه اکا جان همین سامالیات نخو هوای نخو سامالیات در هوا آور کنه سامالیات در هوا آور نمیکنه او در پایان ماشینایی که آور میکنه این سامالیات آور نمیکنه در همین هوا خیلی آور نمیکنه گرنگ در بالا آور نمیشه در پایان آور میشه چی در پایان آور میشه ما این همین مثال ماشین آور میکنه چی خیلی آور میکنه این همین دین یا همسایه ما ماشین ختی رفته بود همین یا سامالیات ما در همین بالاش داد دوستان عزیز میدونم که شما اویاکسی ارزان گفتین نمیدونید بلیط از کجا بگیرین با شما کمپانی شاهنامه را توصیه میدیم با دل پر به تمام دنیا و باوری بلیط خریداری نمایید خدمت رسانیشون به سطح بلنده نرخشون خیلی ارزانه مرحمت در واتساپشون نویسین 24 ساعت به شما جواب اکای کامل بعد همون دورو ریختن چی بهتر شدی آخی خیلی میشه چند خبر دکا کسال بودی روزی گپ همش همین زنگ میدونه یعنی چند خشید کسالا راستیگه بکا جان یک سالی رونه کسال در جوگه خواب بودک 2 ماهش کامه بود تلخمونه کفونه گپ میزد اخم خیلی کسال وزبی نشد که تلخمون کفید وو یانگا یک سال بود کسال بود در بالای سرشون بودین یک سال در بالای سرشون نمی 15 روز شد که نو خونه آوردیم شرکا جان ای پدر مادرت رحمت باور میکنین نمیکنین یه هفته گریپ شده بودم خر کرد برو مرا که دیگه در یانگا ما پاس نزای چی نمیکنه اکای کامل جون خیلی پناه کرد با خداوند شفای کاملت بتاو ما مایده که میخیزیم با نصیب باشه خبر میگیریم پگه میاییم پگه ما میاییم خیلی پناه بخدا یانگا شما بشینه نخیزیم یانگا بشینه شما خیلی نخیزیم مایلش خوب یانگا پناهتون بخدا مایل زنک همسایه برفتن مردک رفتن او همسایه ها کسالی خبرگیری رای اومدن او قرتکنی میوین او مایم که در بریت میستم زنک جان همین روزه که ما بهش گوش بودم مرا بانیسه بردن تو درباری ما بودی؟ انا مو وقتم دربارت ما بودم با کی بود اگنه؟ همین 2 ماهی که ما در کما بودم تو در پیش ما بودی؟ انا مو 2 ماهی که در کما بودی در بالای سرت ما بودم فقط روزی که مرا ای بانیسه جواب دادن تو بودی در بالای سری ما؟ ما بودم با کی بود اگنه؟ نه اپت بود نه خواهر بود نه اگم اهل اولادت زیغ نشه مردک تا آخری عمر تا کتیتم در برد مستم اولی بگو اگنه من خیلی دیگه عذاب میکشم زنک خیلی زنک جان دنیا همین است اکنون تو باید قدر من باری مردک رسیدن در کن این خیلی مرده که بزبالی خوش رویه نیفته نمیتونه همین کوی زنم کو تاقا میشه سلام علیکم شینه نه شو نه موجه آپا چی خیلی سازی نازی خوبی دادم بجونه دادم خونه دارم همیشه دارم خیلی با حضرش ما دادم ببینم خیلی بلش کنده زنم همین کم تا سلطه کرده بیا خیلی o da tartışma talham kafidi. Akay İsfandiyar burada istemem. Hamsoyra. بچه مکه آدمیزاد همین وفات که کردی یک لحظه هم خانه خودت به نمیگنجیده میبرنده مردم آدمی نغز بود آدمی خوب بود مرده که نغز بود نکی همسویا اگر همین لیفت کار میکرد من هم میفرمدم پیش مردم بیچاره کم تر میبردشتم همین دادا جون
با فکرم یک بچه و یک دختر داشتن رحمتی اکه اسفندیار اسفندیار؟ آها. نه فرزند نداشت باقی نداشت؟ نه 3 زن داشت فرزندش نیست بعد این 2 نفره که اینا پیش ده بلند گیره دارن بچه‌اش باشه این بچه ندارد گفتم می مرده که بچه ندارد ولی نه وقتش یکه و تنها بود بیچاره این دوماداش باشه میگم بلند گیره دارن این مرده فرزند ندارد داماد کجا کی باشه این خب بلند گیره دارن دادن این 2 نفره آره می 2 نفره ایستاده نگاه کنه خیلی بلند گیره تو دارن اینها رو نشناختی؟ نه اکه اسفندیار رو از بانک کردیت گرفتگی بود اینها کارگروی بانک کردیتورو